مامان من دارم میرم مدرسه. وایسا. لقمه‌تو یادت رفت ببری پسر خوشگل. دست درد نکنه. مامان من دارم میرم دانشگاه. وایسا لقمه‌تو یادت رفت ببری. مامان لقمه برای بچگیم بود. تو سلف دانشگاه چی میخورم؟ مامان من دارم میرم سر کار. وایسا لقمه‌تو بهت بدم. مامان من دارم با رفقا میرم تو پارک شطرنج بازی کنم. وایسا لقمه‌تو بهت بدم. مامان من دارم میرم بمیرم. لقمه‌تو برداشتی؟ آره برداشتم. پس این برای کی بود؟ مامان جان شما به یکی تسلیت میگی دیگه لازم نیست بعد از پیامت ایموجی هم اضافه کنی. مشکلش چیه؟ نوشتی لاله جان و آقا محسن درگذشت پدر عزیزتان را تسلیت میگیم با 7 تا ایموجی خنده. اون ایموجی خنده نیست که داره گریه میکنه اشکاش هم در اومده. وای خونه آتیش گرفته. مامان کجایی؟ الان میام نجاتت میدم. خونه آتیش نگرفته اسفند دود کردم. اسفند دونه دوباره اسفند دود کرده. چرا اینقدر دود زیاده؟ میکروبا رو میکشه. آخه مادر من ما نخوایم اسفند دود کنی باید کیو ببینیم؟ اسفند 33 دونه. بس دیگه. لا اله الا الله. بهتره که چشم حسود بخیل بدنظر کو. مامان بیا رمز پیج اینستا یادت رفته بود مجبور شدم یه پیج دیگه برات بزنم. خدا خیرت بده پسرم. پستای آشپزین کو؟ پستای آشپزی؟ پستای آشپزی ما پروندی. الگوهای خیاطی ما حذف کردی. زندگی ما نابود کردی. یه پیج دیگه زدم برات دیگه پاک شده اونا دست من نیست که. چرا همتو از بلاکی در آوردی؟ بی وجود. نه هیچی. مامان این جورابو برای چی میذاری سر شیرون؟ برای قدیم بود دیگه نذار اینو.